الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. ما در هفته گذشته مطالبی پیرامون احادیث ثلاثی امام بخاری. ثلاثی یعنی اون احادیثی که تنها با 3 حلقه سند به رسول الله میرسند صلی الله علیه و سلم، و این دیگه میتواند اهمیت اینو، یعنی اهمیت این احادیث این گونه برای این است که مسلمانان برایشون روشن شود که احادیث، یعنی زمانی که زمان جمع آوری احادیث توسط مثلا امام بخاری که نسبت به بقیه متأخر است، مثلا قبل از اون امام مالک وجود داشته، وکیع بن جراح وجود داشته، علمای زیادی یعنی جمع آوری احادیث را آغاز نمودند قبل از امام بخاری، و امام بخاری تنها با 3 نفر به رسول الله میرسد که ما در هفته گذشته بخش اول این را بیان نمودیم و اکنون بخش دومش، و در اینجا میخوایم این مطلب را بیان کنیم که حدیث اول را بیان نمودیم که حدیث اول مربوط بود به کسانی که احادیثی را به رسول الله نسبت میدهند که او نفرموده، یعنی احادیث جعلی. و این حدیث هم گفتیم تنها با 3 نفر از راویان، یعنی شیخ امام بخاری از یزید بن ابی عبید شنیده، اون هم از سلمه بن اکوع که صحابی رسول الله است. یعنی تنها بین استاد امام بخاری و صحابه 1 نفر وجود دارد، 1 نفر. یعنی امام بخاری از شیخ شنیده، شیخش هم از یزید بن عبید و اون هم از سلمه بن اکوع. سلمه هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود من از رسول الله شنیدم. سلمه فرمود من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس چیزی را بگوید بر من، یعنی مطلبی را به من نسبت دهد که من نگفتم، پس جایگاه خودش را در آتش آماده سازد. این اولین حدیثی است که امام ابن حجر می‌فرماید به صورت قاطعانه این حدیث اولین احادیث ثلاثی امام بخاری است، یعنی اولین حدیثی است که در صحیح بخاری تنها با 3 حلقه سند به رسول الله میرسد صلی الله علیه و سلم. و ما در هفته گذشته اینو بیان کردیم. اکنون به حدیث دوم میرسیم. حدیث دوم که امام بخاری باز از طریق مکی بن ابراهیم، اون هم از یزید بن ابی عبید، اون هم از سلمه بن اکوع، فرمود کان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. میفرماید دیوار مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم کنار منبر، یعنی اون دیواری که منبر کنارش درست شده بود، فاصله بین دیوار مسجد و منبر فاصله خیلی کمی بود، به اندازه‌ای که یک گوسفندی
بتواند رد شود. حتی میگوید ما کادت، نزدیک است که نتواند. یعنی اینقدر فاصله زیادی نبوده. انگار منبر رو که ساختن از در جهت مثلا قبله به گونه‌ای بوده کاملا منبر به دیوار مسجد نچسبیده و فاصله کمی از پشت منبر فضای خالی وجود داشته که مثلا یک گوسفند از آنجا بتواند با سختی رد شود. این گونه باید بگوییم. این حدیث امام ابن حجر می‌فرماید این دومین حدیثی است که با تنها 3 حلقه سند به رسول الله رسیده صلی الله علیه و سلم. و همه این افرادم که ما بیان نمودیم، مکی ابن ابراهیم که ثقه هست، یزید ابن عبید هم، یعنی خلاصه اینا که ما قبلا بیان کردیم در جلسه گذشته، که گفتیم این ثقه هست و اون هم ثقه هست و سلمه ابن اکوع که صحابی است، یکی از مهاجرین و یکی از سابقین اولین از مهاجرین است. حالا امام بخاری این حدیث را در این باب آورده، در کتاب الصلات، باب قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلى والستره. یعنی امام بخاری این حدیث را زیر این عنوان آورده، به اندازه یعنی چقدر باید فاصله بین نمازگزار و ستره نمازش چقدر باید باشد. در این حدیث به گونه‌ای دیده می شود که گویا رسول خدا صلی الله علیه وسلم، یعنی امام بخاری بیان نموده که رسول الله نماز را که می خونده کاملا به ستره خودش نزدیک می شد. یعنی اینجا بیان می کند که ستره یکی از آداب نماز این است که انسان جلو خودش ستره‌ای داشته باشد که این ستره فاصله بین اونجایی که نمازگزار وای میسته تا ستره‌ای که وجود دارد. حالا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوار مسجد را ستره خود قرار داده و در اونجا غالبا نماز خونده. اون ستره او فاصلهش میگه به اندازه این بوده یک گوسفندی رد شود. حالا ما در احادیثی ها داریم که باید مسافت و اون فاصله 3 ذراع باشد. این 3 ذراع یعنی تقریبا بیشتر از یک نصف متر، یعنی حدودا نصف متر بیشتر هست، یعنی 1 ذراع. حالا این اگر ما بیایم اونو در نظر بگیریم میشه 3 تا ذراع، 3 برابر آن، یعنی حدود 1.5 متر باید فاصله وجود داشته باشد که تو نماز میخونی. اما اگر ما بیایم این ممر شات را در نظر بگیریم، یعنی فقط این که بتواند یک گوسفند از اونجا رد شود، یا باید ما گوسفند بزرگی در نظر بگیریم که یعنی کاملا مسافه، یعنی خیلی بزرگ باشد، یا باید همچنان که اهل علم گفتند در حالت استاده فاصلهش همین است، اما هنگامی که خواسته رکوع برود یا سجود برود مسافت مثلا سعی کرده عقبتر اومده تا فاصله 3 ذراع که بتواند نماز را کاملا با راحتی ادا کند. ولی به هر صورت این بیانگر این است، این حدیث که انسان باید که سنت است، حد اقل حکمش این است که سنت است ستره داشته باشد، که جمهور علما بر این هستند ستره واجب نیست بلکه سنت است. و هرچند بعضی از اهل علم بر وجوب آن هستند، مثل ظاهری ها میگویند ستره واجب است. اما دلیل اینکه جمهور میگویند ستره واجب نیست چی هست؟
چون میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم گاهی بدون ستره هم نماز خوانده و اوناییم که گفتن واجب است میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم همیشه سعی همیشه ستره داشته، هیچگاه بدون ستره نبوده. ولی به هر صورت حالا ما قول جمهور را بگیریم، حد اقلش این است که سنت است. در نتیجه این حدیث مسئله بسیار مهمی است. یعنی یکی از این چیزی که از این حدیث میشه ما بفهمیم این است که اهمیت صحابه، یعنی حتی در عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اهمیت دادن به مسئله ستره خیلی اهمیت میدادن. یعنی این که انسان بگوید مثلا این مسئله یک مسئله جزئی است، یک مسئله کوچکی است، لازم نیست که انسان قدر به آن اهمیت بدهد، ولی این گونه نبود. در حدیثی داریم که صحابه هنگامی که نماز سنت را میخواندن، سنت قبل از مغرب، میگه همگی به سرعت به سمت ستونهای مسجد میرفتند. یعنی هر کسی عجله میکرد و شتاب میکرد که پشت یکی از ستونهای مسجد جایی برای خود بگیرد برای نماز خوندن و این دلیل بر این است که آنها خیلی اهمیت دادن به این قضیه. همچنان که گفتم در اون احادیث که مسافه بین ستره و سجدگاه بیان شده، در بعضی احادیث فرموده 3 ذراع باشد و در این حدیث میگه به اندازه گذشتن یک گوسفند باشد. همین به این گونه امام ابن حجر این را توفیق میدهد. میگه منظور این است که در حالت، حتی این میگوید در حالت قیام استاده فاصله باید طولانی باشد، یعنی 3 ذراع باشد. در حالت سجود و رکوع نزدیکتر شود تا به اندازه گذشتن یک گوسفند. ولی در واقع اون چیزی که مهم هست باید همچنان که امام بغوی بیان میکند باید به اندازه‌ای باشد که انسان بتواند سجدهش و رکوع و سجود و نمازش را درست انجام دهد. در نتیجه این فاصله و این مسافت با هر انسانی، با توجه به هر انسانی، بالاخره تفاوت دارد. انسانهایی هستند که قدشون بلند است، حتما مسافت بیشتری میخواهند، همون 3 ذراع رو لازم دارند، و انسانهایی هستند که قدشون کوتاه است، همون به اندازه ممر شاتی جا داشته باشند، میتوانند سجده کنند. حالا چه حکمتی در گذاشتن این ستره وجود دارد؟ حکمتش این است که انسان سعی کند چشمش دیگه بیشتر از اون نگاه نکند، یعنی چشمانش متوجه سجدگاه خودش شود و فراتر از اون ستره به جای دیگر نگاه نکند و خود را مشغول نسازد. و این گذاشتن ستره و وجود ستره خوبیش این است که انسان سبب می شود که خشوع بیشتری در نماز داشته باشد. و چرا باید انسان به امین یعنی نزدیک شود به این ستره؟ تا میگه شیطان نمازش را قطع نکند، یعنی به گونه ای که مانع شود یا کسانی جلوش بخوان رد شوند و اینها. حتی اگر انسان خواست کسی جلوش رد شود باید سعی کند قبل از اینکه او رد شود دستش را جلو قرار بدهد تا اون شخص متوجه شود و برگردد. حالا اختلافی هست، یعنی میگن باید اندازه این ستره چی باشد. حالا اگر انسان پشت یک ستونی وایسته یا پشت دیواری دیگه هیچ مشکلی نداره، دیگه شکی در آن نیست که ستره کاملا واضح است و قشنگ است. حالا اگر انسان در جای قرار میگیرد که پشت ستون جا ندارد یا پشت نزدیک به دیوار نمیشه نماز را ادا کنید، چجوری باید باشد؟ میتوانید هر چیزی شما میتوانید جلوی خودت بذاری، فقط کمی بلندتر از زمین باشد.
حتی اگر مثلا این چیزی مثل این کاور مثلا عینک باشد. هر چیزی که انسان جلوی خود بذارد، اگر مثلا کاپشینش باشد، کتی پوشیده، کاپشینی پوشیده میخواد اونجا بذارد، یا هر وسیله‌ای، مثلا کیف دستی دستش است، ساکی در دستش است، هر چی هست میتواند جلوی خود بذارد و نمازش را ادا کند و سنت بزرگی است. اما در مورد این که آیا اگر انسان یک خط جلوی خودش بکشد، یا مثلا کسانی میگویند خط و خطوطی که مثلا روی فرش ها وجود دارد کافی است، یا مثلا شما نگاه میکنی فرش ها بعضی ها بریدگی دارند، چیزی برایش گذاشتن، میگه اون مقدار دیگه کافی است و نیازی نیست چیزی گذاشته بشود. اما آنچنان که بیشتر اهل علم بر آن هستند، میگه خط کافی نیست، هرچند یک حدیثی در موردش آمده، اما اون حدیث ضعیف است. به خاطر ضعیف بودن حدیث نمیتواند خط کافی باشد. اما امام احمد و امام شافعی در قولی از اقوالش میگویند بله، خط هم کافی است، حتی خطوط اون فرشا که جلوت است کافی است. و بعضی گفتن آیا این مخصوص فضای باز است، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه نیزه‌ای با خود داشت، هنگامی که میرفت بیرون از اون نیزه استفاده میکرد. حالا مثلا نگاه کنیم که در این حدیث هم قشنگ است که ما باز هم هرچند این حدیث سلمه ابن اکوع هم باز هم بیان میکنیم که میفرماید سلمه ابن اکوع انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. البته این حدیث خودمون بیان میکنیم، ولی احادیث زیادی وجود دارند در این زمینه که انسان باید تا امکان دارد به ستره خودش نزدیک شود، و رسول الله صلی الله علیه وسلم که میرفت همیشه نیزه‌ای با خودش میبرد و نیزه را جلوی او قرار میدادند در فضای باز. ولی به هر صورت این اختصاص ندارد تنها با فضای باز، بلکه در هر جایی باشد، در داخل مسجد هم باشید که همچنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کار رو انجام داده، به دیوار مسجد نزدیک شده، یا صحابه به ستون ها نزدیک می شدند و در اونجا نماز برگزار می کردند. در نتیجه این مخصوص چی نیست، یعنی مخصوص فضای باز نیست، بلکه در هر جا نماز بخونید بهتر است انسان ستره‌ای داشته باشد. و این احادیث، یعنی حتی امام مسلم در صحیح خود یک باب مفصل، باب سترة المصلی، احادیث بسیار زیادی جمع کرده در این رابطه، هم بخاری هم مسلم. ستره نمازگزار و ما جاء في المرور بين يديه والاعتراض وما يقطع الصلاة. و اون احادیثی که در مورد آن وجود دارد، کسی که در جلوه نمازگزار رد شود، یا جلوش دراز بکشد، یا اون چیزهایی که باعث می شود که انسان نمازش قطع شود. مثلا امام مسلم این حدیث را می آورد از طلحه بن عبید الله، می فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. می فرماید اگر یکی از شما چیزی جلوی خودش قرار داد مانند مؤخره رحل منظور همون یک چوبی است که در آخر کوهان شتر وجود دارد و اندازهش به اندازه تقریبا 2/3 ذراع می شود. اگر مثلا این 1 ذراعه، 2/3 ذراع، یعنی تقریبا 1 وجب، به اندازه 1 وجب این بلند است. حالا اگر چیزی به اندازه 1 وجب جلوت باشد دیگه کافی است. حتی ما گفتیم کمتر از اینم باشد کافی است.
و در لفظی میفرماید کنا نصلی و الدواب تمر بین ایدینا، میگه ما داشتیم نماز میخوندیم و حیوانات هم جلوی ما رد میشدند. فذكرنا ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما اینو پیش رسول الله بیان کردیم. فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. فرمود اگر چیزی به مثل همون چوبی که در آخر پالان شتر وجود دارد، اگر به اندازه آن وجود داشت شما می توانید به سمت آن نماز بخوانید و هر چیزی که پشت آن رد شود هیچ ضرری برای نماز شما ندارد. و در حدیثی دیگر باز امام مسلم بیان می کند، می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل فی غزوة تبوک عن سترة المصلی، میگه در غزوه تبوک در مورد ستره نمازگزار از رسول الله سوال شد صلی الله علیه و سلم. فقال كمؤخرة الرحل، اون هم فرمود مانند همون چوبی باشد که در آخر پالان شتر وجود دارد. و در حدیث دیگری که باز امام مسلم روایت می کند از عبدالله بن عمر، می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه خارج می شد در روز عید امر بالحربة فتوضع بین یدیه، دستور میداد که اون نیزه جلوی دستش یعنی گذاشته شود، یعنی اون نیزه را به زمین روی زمین ثابت میکردند مانند یک میخ. فیصلی الیها والناس وراءه، که او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر روی اون به سمت اون ستره نماز میخوند و مردم پشت سرش بودند. یعنی وقتی که امام برای خودش ستره گذاشته دیگه بقیه جماعت نیازی به ستره ندارند. و کان یفعل ذلك فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء. میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم در سفرش همیشه این کار رو انجام میداد و از این جهت بود که بقیه امرا و امیران این کار رو انجام میدادند. یا در لفظ دیگر از ابن عمر باز هم در صحیح مسلم میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان يركز العنزة ويصلي إليها یا يركز العنزة. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیزه را بر زمین ثابت میکرد و به سمت آن نماز میخواند. یا در لفظ دیگر میفرماید ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یعرض راحلته وهو يصلي إليها. و البته این حدیث هم در بخاری و مسلم هم آمده. میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم راحله خودش را، شتر خودش را به صورت جهت عرض قرار میداد و به سمت آن نماز میخواند. به همین صورت اینها همه دلایلی هستند بر اینکه نمازگزار میتواند، نه اینکه میتواند بلکه یکی از آداب نماز خواندن این است که ستره داشته باشد و این به آن گفته می شود ستره. این احادیث، این تعدادی از اون احادیث بود که احادیث خیلی زیاده، حقیقتا تعدادی از اون احادیث بود که در صحیح مسلم و در بخاری آمده بود. اکنون به بحث یعنی با این توضیحات دیگه مشخص شد که این حدیث چه حکمی، یعنی چقدر اهمیت دارد. هرچند یعنی انسان احساس میکند میگه این چیز مثلا خیلی مهمی نیست، ولی نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی به آن اهمیت داده. حالا یکی از این مطلب این است که حتی در حدیثی آمده اگر کسی خواست جلوی نمازگزار رد شود باید جلوی آن را بگیرد. حالا این حکم این جلو گرفتن چجوری است؟ امام شوکانی نقل می کند از امام نووی که می فرماید امام نووی من سراغ ندارم کسی از فقها گفته باشد این جلو گرفتن واجب باشد، کسی نگفته.
اما امام ابن حجر میگوید این چیزی که امام نووی میفرماید دقیق نیست، بلکه ظاهری ها گفتن واجب است که ظاهری حدیث بر آن دلالت دارد. و امام قاضی عیاض و ابن بطال میگویند به اجماع جایز نیست کسی لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، یعنی جایز نیست از جای خودش یعنی نمازگزار بیاید و مثلا شخص را دنبال کند تا او را منع کند، یعنی از جای خودش حرکت کند تا او را منع کند، چون میگه کاری که این خودش انجام میدهد بدتر از اون است که اگر او رد شود. میگویند اهل علم اگر فرضاً اون شخص که سستی جلوت رد شد منعش نکردی، دوباره دیگه نیازی نیست منعش کنی، چون ممکنه اگر شما اول رد شده دوباره بیایید برش گردونی کار را دوباره میکنید. پس وقتی که رد شده دیگه رهایش کنید. وقتی که بالاخره جلوت شما رد شده، حالا شما بیایید دست را جلوش بگیری دوباره او را برگردونی به عقب، انگار کارو دوباره کردید. اون یک بار انجام داد، شما خودت کارو دوباره انجام دادی. به همین خاطر انسان اولا باید خودش هوشیار باشد، نماز را جایی برگزار کند که راه نباشد. مثلا کسانی هستند در مساجد که نماز میخونن میآیند نزدیک به در مسجد نماز را مثلا آغاز میکنن، یا در وسط مسجد نستونی جلوشون هست، هیچی جلوشون نیست، نماز را شروع میکنند و بعدا مزاحمتی برای مردم هم ایجاد میکنند که مردم راحت نمیتوانند عبور و مرور کنند. این کار اشتباهی است. یعنی اینکه انسان اگر در وسط مسجد نماز میخوند جلوش کسی باشد که مانند ستره برای خود قرار بدهد، یعنی یک صف جلویش یا یک نفری اونجا نشسته پشت او مثلا نماز را آغاز کند. به این صورت، نه اینکه خودش بیاید به صورت یعنی در جای نامناسبی مثلا نماز را آغاز کند و بعدا جلوه مردم هم بگیرد بگوید جلوه من رد نشوید. یعنی اول انسان باید به خودش برگردد و خودش کارش رو درست انجام بدهد. اینها مواردی هستند که از این حدیث میشه فهمید و دلیل بر این است که انسان باید اهمیت بدهد به تمام مسائل دین، کوچک و بزرگش، و این مسئله ستره اهمیت دارد برای خشوع نماز، و هر چیزی که سبب شود که از اجر و پاداش نماز کم شود انسان باید سعی کند از آن دوری کند. مثلا در این حدیث این نکته کاملا هویدا و واضح است که سلمه بن اکوع میفرماید ما کادت الشاة تجوزها، میگه نزدیک بود یک گوسفند رد نشود. یعنی اینقدر دقیق مطلب را نقل نموده که دقت عجیبی در آن بیان کرده. انسان باید حتی اگر کسی خواست رد شود جلوش رو بگیرد، که ما گفتیم تا اگر مشکل بیشتر از آن ایجاد نشود. و از اون حدیث هم باز میشه فهمید که ستره نمازگزار یعنی امام ستره بقیه هست. حدیث سوم، این هم حدیث دوم بود و حدیث سوم هم تقریبا در همین رابطه است. باز امام مکی ابن ابراهیم، امام بخاری میفرماید مکی ابن ابراهیم برای ما روایت نمود، اون هم از یزید ابن عبید، اون هم گفت من كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. میگه من می آمدم نزد سلمه بن اکوع و او نماز را برگزار می کرد عند الاسطوانة التي عند المصحف، میگه کنار همون ستونی که کنار مصحف بود. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. گفتم ای ابو مسلم همون سلمه بن اکوع است، من تو را میبینم که خیلی تلاش میکنید که نماز را کنار این ستون برگزار کنی. فرمود قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يتحرى الصلاة عندها. فرمود من رسول الله را دیدم که نماز را آنجا برگزار میکرد و تلاش میکرد کنار اون ستون نماز برگزار کند. حالا این حدیث منظور چیست و این مصحفی که در اینجا بیان میکند منظور چه مصحفی است؟ که در لفظ دیگر که امام مسلم همین حدیث را بیان میکند میفرماید انه کان یتحرى موضع مکان المصحف یسبح فیه. اینجا کمی واضح تر بیان میکند. میگه سلمه ابن اکوع تلاش میکرد جایی که مصحف در آنجا بود اونجا را پیدا کند، یعنی اونجا را گیر بیاورد، خالی باشد و در اونجا یسبح فیه، نماز را در آنجا میخواند. مکان مصحف چی بود؟ میگه همون مصحفی که امام عثمان نوشته بود، قرآنی که امام عثمان جمع‌آوری کرده بود، یکی از اون 6 تا قرآنی که جمع‌آوری کرده بود، یکی در داخل مدینه در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته بود که در اونجا جای معینی داشت و یک صندوقی برای آن ساخته بودند. آن مصحف جای مشخصی داشت و صندوقی در آنجا گذاشته بودند و اون قرآن را داخل صندوق گذاشته بودند و اون صندوق هم کنار یک ستونی بود که معروف بود به ستون مهاجرین، چون مهاجرین وقتی که از مکه آمده بودند در اونجا کنار آن جمع می شدند و این مثل اینکه در وسط روضه شریفه قرار داشت، در وسط روضه مبارکه، که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم بین منبری و حجرتی روضة من ریاض الجنه. اون بین منبر و حجره رسول الله صلی الله علیه و سلم روضه است، باغچه است از باغچه های بهشت. این اونجا قرار گرفته بود. حالا این بیان میکند، یعنی بیانگر این است که خود اون قرآن، یکی از این قرآن ها در اونجا داخل صندوق در یک جایی از آن حفاظت می شده و نگهداری می شده تا آسیبی به آن نرسد و نگهداری می شده. و منظور این است که سلمه ابن اکوع میگه تلاش می کرد این سنت رسول الله را صلی الله علیه و سلم این سنت را چکار کند؟ اجرا کند دقیقا مثل رسول خدا. و این نشان می دهد که اصحاب تا چه اندازه به این مسئله اهمیت می دادند. می فرماید بعدا در ادامه آن هو ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يتحرى ذلك المكان و میگه رسول خدا صلی الله علیه وسلم تلاش میکرد در اونجا نماز بخواند و كان بین المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. میگه فاصله بین منبر و بین قبله یعنی دیوار مسجد به اندازه گذشتن، یعنی گذشتن یک گوسفند بود، یعنی یک گوسفند میتواند از آنجا گذر کند و حرکت کند. و در لفظ دیگر میفرماید انه کان یتحرى الصلاة عند الاسطوانه، میگه تلاش میکرد در اونجا نماز بخواند، چون پیامبر خدا هم در آنجا نماز میخوند. اینها احادیث کاملا روشن میکند که اصحاب رسول الله تا چه اندازه به مسئله اعمال رسول خدا و گفتار او به آن توجه میکردند. این خیلی مسئله مهمی است حقیقتا. حالا امام ابن حجر میفرماید این حدیث سومین حدیث است از احادیث ثلاثی امام بخاری و امام بخاری این حدیث را در کتاب الصلاة آورده، باب السترة بمکه و غیرها. در این باب آورده ستره چه در مکه باشد و چه در غیر مکه باشد، یعنی انسان در همه حال نیاز به ستره دارد. احساس میکنم در اینجا با هم میان برنامه میبینیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر، لا 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 لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. لا لن تدوم الجراح، بل سيأتي الصباح، نحن أهل الكفاح، نحن فينا عمر، لا لا لن تدوم الجراح، بل سيأتي الصباح، نحن أهل الكفاح، نحن فينا عمر. نظراته برق لمع، كلماته رعد سمع، كالموج عال مرتفع، هذا عمر هذا عمر. أهدى لنا أحلى السير، نزلت توافقه السور، واختاره خير البشر، هذا عمر هذا عمر. لا لن يظل البلاء، سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر، لا لا لن يظل البلاء، سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. لن يظل البلاء، سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر، لا لا لن يظل البلاء، سوف يسمو الضياء، نحن جند السماء، نحن فينا عمر، نحن فينا عمر. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرم. داشتیم در مورد حدیث سوم ثلاثیات امام بخاری صحبت میکردیم. اکنون گفتیم امام بخاری این حدیث را در این باب آورده، در کتاب الصلات، در باب ستره در مکه و غیر مکه، و امام مسلم هم این حدیث را آورده در باب نزدیک شدن نمازگزار به ستره. و این حدیث هم مثل حدیث قبلی این را برای ما بیان می کند که وجود ستره مشروع است، مشروع بودن ستره برای ما بیان می کند و بیان می کند که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چه اندازه سعی می کردند پیرو رسول الله باشند و تا چه اندازه او را دوست داشتند. و این استوانه امام ابن حجر می فرماید انها من بناء بخلاف العمود فانه من حجر واحد. می فرماید معمولا این استوانه از خود مثل این که بگوید پایه اصلیه، همون جزء پایه های اصلی مسجد النبی بوده. در اینجا به نظر من این مطلب ما به اندازه کافی در مورد آن سخن گفته ایم. دیگه به حدیث بعدی، حدیث چهارم هم بیان کنیم.
بحث ستره به اندازه کافی در موردش صحبت کردیم، هرچند احادیث بسیار زیادی در اون زمینه وجود دارد ولی همون اندازه که گفتیم کافی است. حدیث چهارم از ثلاثیات امام بخاری. امام بخاری می‌فرماید حدثنا مکی بن ابراهیم، مکی بن ابراهیم برای ما روایت نمود، اون هم فرمود یزید بن ابی عبید، اون هم از سلمه بن اکوع، همچنان که بقیه احادیث همین بودن. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب. امام بخاری این حدیث را در حدیث 561 آورده و این یکی از دوباره ثلاثیات امام بخاری است، تنها با این 3 نفر به رسول الله رسیده و امام احمد هم این حدیث را آورده. امام بخاری در کتاب مواقیت الصلاة این حدیث را آورده، یعنی وقت نمازها، در باب وقت نماز مغرب که پروردگار فرموده ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، همانا نماز بر اهل ایمان کتاب یعنی فرضی است دارای وقت، یعنی یک فرضی است که دارای وقت معین است. این حدیث هم در وقت، همچنان که عرض کردم، در رابطه با نماز مغرب است و وقت نماز مغرب چه زمانی آغاز می شود. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز مغرب را می خواند یا می فرماید کنا نصلی مع النبی. سلمه بن اکوع می فرماید ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز مغرب را می خواندیم چه زمانی؟ اذا توارت بالحجاب، همین که خورشید غروب میکرد ما نماز را میخواندیم. در اینجا یک مطلبی که وجود دارد این است که زمان نماز را میخوام معین کند. مثلا امام بخاری در کتاب باب وقت المغربی، در باب وقت نماز مغرب این حدیث را آورده و یک قولی را از عطا تابعی، یک عالم بزرگ تابعی نقل می کند که می فرماید یجمع المریض بین المغرب والعشاء، اگر کسی بیمار باشد می تواند مغرب و عشاء را با هم جمع کند. امام بخاری این را آورده. بعداً در حدیث 559 می فرماید امام بخاری حدیثی را برای ما نقل می کند با سند خودش از رافع بن خدیج. رافع بن خدیج می فرماید کنا نصلی المغرب مع النبي صلی الله علیه و سلم فینصرف احدنا وانه لیبصر مواقع نبله. میگه پیامبر خدا میفرماید ما نماز مغرب را میخواندیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم و نماز را تمام میکردیم. فینصرف احدنا، و هر کدوم از ما از مسجد خارج میشدیم. و انه لیبصر مواقع نبله، و اگر او تیر را میانداخت میدانست که تیر کجا به زمین میخورد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر هوا هنوز روشن بود که اگر تیری را میانداختید میدیدی که اون تیر با کجا میخورد، یعنی اینقدر هوا تاریک نبود. و امام بخاری هم این حدیث را برای ما بیان نموده که بیان کند نماز مغرب خیلی زود انجام خوانده شده و بیشتر اهل علم هم بر این هستند که نماز مغرب و نماز مغرب فاصلهش خیلی کم است. در یک حدیث دیگری باز امام بخاری آورده از جابر بن عبدالله با سند خودش، از جابر بن عبدالله روایت می کند، می فرماید کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی الظهر بالهاجره. میگه نماز ظهر را می خواند در حالت هاجره، یعنی وقتی که کاملا هوا گرم بود، یعنی در گرمای ظهر، شدت گرمای ظهر نماز را میخواند، یعنی منظور در
وسط روز، یعنی ابتدای نماز وقت ظهر که وارد میشد نماز را میخواند. و العصر و الشمس نقیه، و نماز عصر را میخواند که هنوز خورشید صاف بود، یعنی رنگ خورشید نپریده بود، چون خورشید هر اندازه به غروب نزدیک می شود رنگش پریده می شود و اون شدت و حدت و گرمای خودش را از دست می دهد. به همین خاطر می فرماید، یعنی خیلی زود، منظور این است در این حدیث که در ابتدای وقت نماز را می خواند. بعدا می فرماید والمغرب اذا وجبت، و مغرب هم را، نماز مغرب را می خواند به محض اینکه خورشید سقوط می کرد، یعنی غروب می کرد. وجب یعنی سقط، وجبت سقطت، یعنی به محض اینکه خورشید غروب می کرد نماز مغرب هم را می خواند. بعدا می فرماید والعشاء احیانا و احیانا، اما نماز عشاء را دیگه گاهی اول وقت میخوند، گاهی تأخیر میانداخت. احیانا و احیانا یعنی چی؟ یعنی اذا رآهم اجتمعوا عجله، اگر میدید نمازگزاران همه جمع شده اند دیگه آنان را معطل نمیکرد، نماز را میخواند. و اذا رآهم ابطأوا اخر، اگر میدید که نمازگزاران هنوز جمع نشده اند نماز عشاء را تأخیر میکرد. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، و نماز صبح را اصحاب و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام تاریکی میخواند، یعنی هنوز روشنایی کامل نیومده بود، بر خلاف آن چیزی که احناف بر آن هستند، که احناف معمولا نماز صبح را با تأخیر میخونند که هوا کاملا روشن میشود و چیزی نمیمونه که خورشید بیرون بیاد. اما رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید غالبا آن را در حالت تاریکی میخوانده. در اینجاست که به حدیث سوم رسید، یعنی حدیثی که ما الان در مورد آن صحبت میکنیم، حدیث مکی ابن ابراهیم یزید ابن ابی عبید از سلمه ابن اکوع که فرمود ما نماز را ما مغرب را میخواندیم هنگامی که توارت بالحجاب، هنگامی که خورشید غروب میکرد. توارت بالحجاب یعنی انگار میگوید پشت پرده ناپدید میشد. پشت پرده چی؟ پشت پرده غروب دیگه، وقتی که غروب میکرد تمام ناپدید میشد و دیده نمیشد. حالا بحث ما اکنون در مورد این حدیث است، یکی دیگر از احادیث ثلاثی امام بخاری است و در این حدیث ابتدای نماز مغرب را بیان میکند و اصلا در این احادیث که من بیان کردم بیان میکند رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازها را همگی در ابتدای وقت خونده بجز عشاء. عشاء را گاهی با تأخیر میخونده وگرنه بقیه نمازها را در ابتدای وقت ادا نموده و از جمله نماز مغرب. و در اینجا مشخص شد که چی هست و ما در حدیث صحیح هم داریم که در حدیث صحیح داریم که امام یعنی جبریل علیه السلام که آمد برای رسول خدا نماز را ادا کرد، نماز را یعنی اومد 2 روز برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم نماز خواند، یعنی 1 روز در اول وقت نماز را خواندند، 1 روز در آخر وقت. نماز مغرب را هر 2 روز در اول وقت خواندند. یعنی چی؟ یعنی چون جبریل آمده بود که اول و آخر نمازها را برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشخص گرداند، اما در هر 2 روز نماز مغرب را در ابتدای وقت خونده. به همین خاطر اهل علم در مورد این قضیه اختلافی دارند، میگویند مغرب 1 وقت دارد. هنگامی که خورشید غروب کرد نماز مغرب شروع می شود، تنها این است که انسان یتوضأ و یصلی 3 رکعات
و وضوی میگیرد و 3 رکعت نماز را میخواند و این قول امام ابن مبارک و امام مالک در قول مشهورش و امام اوزاعی و امام شافعی در ظاهر مذهبش. اینها بر این هستند که نماز مغرب همون ابتدا، حتی در مذهب امام شافعی اینجوریه که میفرماید اولا وضوی میگیرید، ستر عورت میکنید، یعنی لباسی را میپوشید که مثلا با پوشیدن یک شلوار ستر عورت میشود برای مردها. حالا یک پیراهن حتی از زیر پیراهن هم بپوشد دیگه کاملا که همش 1 دقیقه طول نمیکشد. و 2 رکعت نماز سنت قبل از مغرب هم را بخوانید. این هم 2 رکعت سنت چون سنت مؤکده هم هست قبل از مغرب 2 رکعت، البته مؤکده نیست ببخشید، اما بسیاری از صحابه آن را خواندند و رسول الله فرمود هر کسی خواست بخواند و این 2 رکعت هم وجود دارد و بعد از آن نماز مغرب و بعد از مغرب هم 2 رکعت نماز سنت که مؤکده هست. 2 رکعت سنت بعد از مغرب مؤکده هست و همیشه انجام گرفته و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر آن مواظبت نموده. اما 2 رکعت قبل از آن نه، خیلی مؤکد نیست اما سنت هست. کسی مثلا آن را بخواند کار پسندیده است و اگر کسی هم نخواند اشکالی ندارد. حالا این قول بسیاری از اهل علم است که نماز مغرب تنها 1 وقت دارد. قول دوم میگه وقتش طولانی است و اینقدر نیست که فقط همین اندازه نماز بخونید دیگه وقت عشا مثلا فرا برسد، بلکه وقت طولانی دارد که امام بخاری هم این قول را ترجیح داده است. حالا اختلاف هست که آخر وقتش خیلی خوب چه زمانی آخر وقت نماز مغرب است. حالا اگه این قول باشد، در حدیث اومده هر وقتی شفق ناپدید شد وقت مغرب تمام می شود. اما الان اختلاف هست که این شفق منظور چیست. شفق منظور چیست که در آیا شفق احمر مراد است یا شفق سفید، که 2 قول وجود دارد نزد امام احمد و مذهب امام ثوری و مالک و شافعی میگویند منظور همون شفق احمر است، یعنی اون قرمزی بعد از غروب خورشید یک نوع انگار هنوز شعاعهایی از خورشید به صورت قرمز رنگی یک روشنایی وجود دارد. میگه اون روشنایی تمام شد مغرب فرا می رسد، عفوا عشاء وارد می شود و مغرب تمام می شود. اما امام ابو حنیفه و امام مزنی که شاگرد امام شافعی است و قولی از امام مالک میگه آقا منظور سفیدی روز است. همین روشنایی روز که تمام شد تمام، وقت مغرب هم تمام می شود. و امام عینی میگوید این قول از امام ابوبکر الصدیق و عایشه و ابو هریره و معاذ بن جبل و ابی بن کعب و عبدالله بن زبیر نقل شده در میان الصحابه که نظرشون بر این است که منظور اون سفیدی روز است، یعنی روشنایی روز که تمام شد. مثلا میگه ما نماز را میخوندیم، وقتی که بیرون می اومدیم تیری را مثلا می انداختیم جای تیر را می دیدیم، یعنی وقتی که هوا به صورتی تاریک شد که دیگه این خبرها نباشد تمام دیگه زمان عشاء وارد شده و می توانید نماز عشاء را بخوانید. و مخصوصا این قول واقعا در مثلا در اروپا و در نقاطی از زمین خیلی اهمیت دارد و خیلی مهم است که به آن توجه شود حقیقتا، به دلیل اینکه در مثلا مناطق غرب زمین یا همون مناطق مثلا اروپا نگاه میکنید خورشید گاهی اینقدر دیر یعنی غروب می شود که دیگه فاصله مثلا تا ساعت 10 نماز مغرب یعنی غروب می شود. حالا شما بیایید دوباره یک مدت زیادی بیشتری مثلا منتظر بمانید تا عشاء وارد شود، دیگه فرصتی نمیموند، مخصوصا برای ماه مبارک رمضان
خیلی مشکل است و به نظر من در اینجا می توانند مسلمانان به این قول دوم عمل کنند که قول بسیاری از صحابه از جمله امام ابوبکر الصدیق، ام المؤمنین عایشه، ابو هریره، معاذ بن جبل، ابی بن کعب و عبدالله بن زبیر و بسیاری از اهل علم و قولی از امام ابو حنیفه و امام مزنی که شاگرد مستقیم امام شافعی بوده نظرش بر این هست و امام مالک هم. و قول قدیم امام شافعی هم همچنان که گفتیم در مورد زمان نماز مغرب تنها تا 5 رکعت نماز بخونید نماز مغرب وارد می شود، یعنی یک سطر عورت بکنید و وضوئی بگیرید و 5 رکعت نماز بخوانید نماز مغرب وقتش تمام شده. حتی دیگه 2 رکعت قبل از مغرب هم نمیگوید. اما در سنت اون یکی وارد است، اون 2 رکعت، 3 رکعت مغرب، این 5 رکعت، 2 رکعت بعد از مغرب هم این 7 رکعت، اینم را بخونید دیگه. بعد از یا کمی هوا، همین قول را بگیریم که هوا این روشنایی روز تمام شد و کمی هوا تاریک شد، تمام شد و رفت دیگه، وقت مغرب وارد می شود. و قول دیگری وجود دارد که قول خیلی بعیدی است. میگه عطا و طاووس میگویند نماز مغرب زمانش تمام نمی شود تا وقتی که نماز عشا وقتش، یعنی نماز مغرب و عشا مثل انگار میگوید زمانشون یکیست تا طلوع فجر. اما احادیثی که در این زمینه وارد است این قول خیلی قول ضعیفی است در واقع. و یک قول دیگری وجود دارد که آیا بعد از اذان مغرب و اقامه نماز آیا سنت هست که انسان توقفی داشته باشد؟ در واقع میگوییم بله سنت است، زیرا همچنان که گفتیم در حدیث صحیح اومده وقتی که اذان گفته میشد مسلمانان نماز را میخوندند و به سمت ستونهای مسجد همگی یعنی شتابان به سمت آن میرفتند و هر کسی سعی میکرد پشت یکی از ستونها جای برای خودش پیدا کند که 2 رکعت نماز را در آن بخواند. و این قول امام نخعی و امام ثوری و امام احمد و اسحاق بن راهویه و ابو یوسف و محمد هست. ابو یوسف و محمد 2 شاگرد امام ابو حنیفه. و امام احمد هم میفرماید این فاصله به اندازه 2 رکعت نماز باشد، همین که من عرض کردم و قول قشنگ و زیبایی است. و قول دوم میگه اصلا نه، سنت نیست، به محض این که اذان گفته شد بدون توقف نماز مغرب را باید آغاز کنید و این قول امام مالک است. اما امام ابو حنیفه میگوید به اندازه خواندن 3 آیه توقف میکنید، بعدا نماز را شروع میکنید و اصل بر عجله خواندن این نماز هست. و نزد امام شافعی و یاران امام شافعی، اصحاب شافعی، بر این است که یک فاصله بسیار کوتاهی وجود داشته باشد، یک نشستن و یک سکوت خیلی کمی، دیگه تمام نماز را آغاز کنید. با این وضعیت به نظرم الان دیگه وقت ما به پایان رسیده و این هم حدیث 4 که انشاءالله در جلسات دیگر به احادیث دیگری میپردازیم که چون تقریبا به باب دیگری میرود. حدیث مثلا 5 و 6 مربوط هست به بحث روزه مخصوصا عاشورا که انشاءالله در یک جلسه دیگری به آن میپردازیم. در اینجا همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.